این بود ما در اونجا باید مصرفم میکردم و ای که بعد از 4.5 سال که ما بی‌احترامی کردم و این همه گپا را به سوشال میدیا کشاندم، دلایلش اینمی بود که در داخل او رابطه که من 4.5 سال همراه از او آدما بودم، اونا هیچ نوع احترام به من نداشتن، از هیچ نگاه احترام نکردن، هیچ نوع خوبیا و نیکیای مرا ندانستن. پس من چرا بعد از 4.5 سال که کیکم مادرش دو تکه جشنم گرفتن بر ما که ای خوب شد که از زندگی بچه ما رفت که پلان زن دومه داشتن، من چرا باید چوب میماندم؟ من امروز افتخار میکنم که خوب کردم، نوش جانم به سوشال میدیا کشاندم، به خاطر که اونمو رقمی که مرا زجر دادن، اونمو رقم که رنجایی که مرا در رابطه در داخلش بودم، شب روزی که مرا گریه و اشک میدادن، اونمو رقم یک ذره کم یا زجر باید میدیدن. چون که در قرآن کریم هم آمده کسی که ظلم سر خود قبول میکنه او خودش گناهکار است. با او رابطه که قدر به من توهین شد، تحقیر شد، من یک روز یک سوال از خوارم کردم، گفتم من چی کمبودی دارم و نه از لحاظ مثلا کلن برش رسیدگی میکنم، تابوت و پایش پیشش میمانم، روی پاک به دستش میتم، جمپرش هم میکشم، اگر تا 2-1 شبم بگویم منتظرش میمانم که او بیاید، نانش تیار از گرم است، بدون اجازه از او از خانه جای نمیرم، یا تا یک دوست من نمیبینم و هیچ کار نمیکنم. چرا به قصه من نمیشه؟ چون که خوارم گفت تو خیلی زیادتر از این چیزا بر از او هستی، ولی او خودش که هسته یک آدم عوض باز است، تو در رابطه هیچ نوع کمی نگذاشتی، تو پیش خود ملامت نکن، او آدم قدر کارای تو رو نمیفهم و یک آدم بی‌لیاقت است و من نمیگم که او کلن بد است، شاید خوش نداشته، گفته خودش احساس نداشتم، احساسش تمام شده بوده و ما به همه توصیه میکنم لطفا همراه خانمایتان که عروسی میکنین بعد از 1 سال 2 سال احساستان تمام نشه، چون که دیگه عروسی ساتیری و بازی نیست که تو 1 سال که 2 سال بودی باز بگویی که والا احساس ما تمام شده، من دیگه احساس ندارم. هر نوع دلشکنی و به مقصدایتان که رسیدین، روز که خوب که در کار رسیدین، در پول رسیدین، باز همراه او زن شما ساتیری کنیم. ما نمیخوایم کلگی را بگویم در جمع بندازم، بعضا گفته که اسما کلگی را جمع بندازن، نه خیر نه، من یکی قوم پرستم نیستم که بگویم کی از این قوم بودی کار کرد و کار کرد، نه، هر کس هر کار که میکنه تا به فامیل نفر بخوار بیادرش رب نداره، هر کس هر کار میکنه فردی انجام میده، حتی یا ما باشم یا او باشه یا هر کس دیگه باشه، دیگه نمیتونیم که کل فامیل کل قوم در یک دیگ بندازیم که از این قوم بود، از این فامیل بود یا از این سم بود، دیگه هر کس هر کارو میکنه، دیگه گفته مردما که خودش میکنه دیگه. نمیگفتن یا این بود دوستای عزیز، دیگه وقتان زیادتر نمیگیرم، خدا کنه که